سلام میکنم به همه شما و خوشحالم که با این پیام کوتاه میتوانم در گرامی داشته 40مین سالگرد درگذشت ساعدی کنارتون باشم. از غلامحسین ساعدی و کارهای او میتوان فراوان حرف زد و نیز از آرزوها و اندیشه ورزی و تخیل پربارش در خلق داستان و کارهای نمایشی. ساعدی در آفرینش تصویر و توصیف‌های گروتسکی از واقعیت در داستان و نمایشنامه مهارت غریب و منحصر به فردی داشت. متاسفانه مرگ یکباره او و رنج‌های در تبعید بودن چندان فرصتی به او نداد بتواند در دوره‌ای که در تبعید به سر میبرد آنچه را که در اندیشه و آرزو داشت به اجرا در بیاورد. من در این لحظه به یکی از فرازهای گفتار او که چشمانداز نگاه او را در تبعید برابرمون میگذارد اشاره‌ای کوتاه میکنم. جرقه‌ای که خلاصه یا فشرده‌ای از آتش اندیشه وجود او را نشان میدهد. او در متنی برای گفتارش بر مزار هدایت با اشاره به گور هدایت میگوید ما سر گهواره او جمع شده ایم، نه سر گور او. سر مزار آزاد مردی از جهان جمع شده ایم که همچون ما آوارگان در بدر و آوارزی است. این که سعادی در این تمثیل شگفت‌انگیز گور او را در تبعید گهواره‌ای می‌داند نشان از آینده نگری و درک خلاقه او در مفهوم سازی از وضعیت ما در تبعید دارد. هما ناطق در خاطری از او نقل می کند همه ما را بر سر مزار هدایت خندانده بود و گورستان را به صحنه نمایش تبدیل کرده بود. به 1 سال پیش هم در مراسم خاکسپاری یلمازگونی فیلمساز اهل ترکیه بر گور سیاه و مرمرین نشسته بود. باز می خندید و می گفت این که قبر نیست، این میز کار است. من پیشنهاد میکنم الفبا را همینجا مندرج بفرماییم که میز صفحه بندی هم دارد. همین نکته‌های کوتاه واقعیت وجودی ساعدی و چگونه روبرو شدن او را با زندگی و شرایط تحمیلی زیست ما در تبعید و آرزوهایی که در دل داشت به روشنی نشان میدهد. واقعیت وجودی نویسنده‌ای که حاصل کارش کارنامه بلندی است از کنجکاوی‌ها به تأمل‌های او بر پیچیدگی فرهنگی و سیاسی تاریخ و جامعه ما و انگشت گذاشتن‌های او بر آسیب‌هایی که جان و روانمون را زخم زده و درگیر با خود کرده بود. نویسنده‌ای که در چاهسار نومیدی بانگ امید سر می‌داد. یادش زنده و مانا باد.